و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و تمامی امور به او باز می‌گردد. شما بهترین مردمی هستید که بر جهانیان نمایان شده است، زیرا امر به معروف و نیکی می‌کنید و از بدی و زشتی باز می‌دارید و با تمام وجود خداوند را باور دارید. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند بیشک برایشان خیر و برکت است. البته جمعی از آنان مؤمنند، اما بیشترین زشتکار و بدنیتند. جز آزار اندکی هیچ خسارت دیگری را نمیتوانند بر شما وارد کنند و چون با شما جنگ کنند شکست خورده میدان را ترک میکنند. بدانید آنها پیروز نمیشوند. هر جا که باشند ذلت و خواری آنها را محاصره کرده است و تنها مفر آنها امان خدا و امان مردم است و آنها به خشم خداوند نزدیک شدند و در تنگنای بیچارگی و نگونبختی به سر میبرند، زیرا آنها آیات خدا را انکار میکردند و پیامبران را به ناحق میکشتند و این بدان سبب بود که از فرمان خدا عصیان کردند و تجاوزکار شدند.